دایره یکی از کهن‌ترین سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز از یک آب چوبی گرد ساخته شده که یک روی آن با پوست پوشیده شده و در آب درونی آن حلقه‌های کوچکی جاسازی شده که هنگام نواختن بانگی زنگ مانند پدید می‌آورند. دایره جایگاه ویژه‌ای در موسیقی بومی و محلی ایران دارد، به ویژه در ناحیه‌های کردستان، لرستان و خراسان. همچنین در گردهمایی‌های سماع و موسیقی صوفیانه و در کنار دیگر سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی نواخته می‌شود. دایره را نباید با دف یکی دانست. دف آبی بزرگتر دارد، بی حلقه‌های زنگدار است یا شمار کمتری از آنها را دارد و بانگی ژرف‌تر پدید می‌آورد. در برابر دایره سبکتر و بانگش زنگدارتر است. با آنکه به ظاهر ساده می‌نماید، دایره یکی از پرکاربردترین سازهای موسیقی ایرانی به شمار می‌رود.